آدم من مخشره رو بازنی نمیگیرم. چی؟ نمیگیری؟ نه نمیگیرم. چرا نمیگیری؟ یک دستی و 6 انگشت دارم. من شنیدم که زنی 6 انگشت به خاصیت میشده است. به خاصیت؟ پس چرا وقتی که در خانه خواهرم سخن درباره زنگیریت رفت هیچ چیز نگفتی؟ من این مسئله را کیها پسنده آمدم. اکنون تو مرا شرمنده کردنی هستی. آخه جوانانی همسین سالی تو کیها خانه‌دار شده 2-3 فرزندی هم دارند. من با آنها کار ندارم. مخشره رو نمیخواهم. اگر مرا زن دادنی باشی ننی من چرا خواستاری کنم؟ تئاتر نه تنها گذشته را انعکاس میکند بلکه در شناخت خصلت‌های نجیبی و اصلی ما را راهنماست. تئاتر باشد آینه زندگی است و اگر ما هرچی بیشتر تاریخ را در تئاتر ببینیم همچون یک شخص اصیل در زندگی استوار خواهیم ماند. سلام عزیزان، برنامه نوبتی نقش را ما اطراف نمایشنامه روایت سغدی که از جانب هنرمندان تئاتر جمهوریوی موسیقی دراماوی ناحیه دنقره در فستیوال آزمون تئاترهای کسبی پرستو 2025 منظور هواداران تئاتر گردید آغاز می‌بخشیم و این لحظه صحبت‌های ما هستند هنرمند جوان همین تئاتر از ناحیه دنقره امامعلی شریف که به‌واسطه در نمایشنامه روایت سغدی نقش اساسی یعنی ویرکند را بازیده است هم صحبت خواهیم شد. خوش آمدید به قلب تاجیکستان به دوشنبه شهر عزیز. تشکر زیاد. سراول میگفتید که وقتی که نمایشنامه روایت سغدی در فستیوال آزمون تئاترهای کسبی پرستو 2025 یعنی جای دوم را صاحب گشت خود را چه خیلی حس کردید؟ اشک داشتید یا شادی؟ عموما چی را حس کردید؟ راستی هم اشک هم شادی، چون که وقتی که اعلان کردن که تئاتر دنقره سازوار جای دوم شد ما بسیار خوشحال شدیم، چون که این وقت را ما بسیار انتظار بود. چندین سالها بود که ما برای جای مبارزه می بردیم و این سال ما توانستیم که سازوار جای نمونوی شویم. درباره نمایشنامه روایت سغدی تهیه کردن تنها یک برنامه یقینا کم است، زیرا که اثر روایت سغدی این خود یک شاهکاری تاریخی است و به صحنه گذاشتن آن هم گویا امتحان است هم برای کارگردان و تهیه‌گران و البته هنرمندان، خصوصا برای قهرمان اساسی این نمایشنامه. پس بگویید که به صفت این قهرمان چگونه انتخاب شده؟ وقتی که نمایشنامه روایت سغدی را استاد سید اکرم علیموف انتخاب کرد ما در چهاربینی 9 سپتامبر بند بودیم. با من زنگ زد که بسیار یک نمایشنامه با قوت از سر کلان است گرفتیم برای پرستو و در آنجا با تو من نقش ویرکن را میدیم. گفت یک بار آمده این نمایشنامه را بخوان و میلش گفتم. روز دیگر ما رفتیم، همه وقتی هیئت کارگرا جمع شدیم نمایشنامه را خواندیم. تنها فکر من در ویرکن بود که چه خیلی قهرمان است، چه خیلی ابراز دارد و برای من بسیار پسند شد. یک جوانی که مبارز است برای وطن، برای ملت می جنگد، جان می دهد، برای فرهنگ ملت، فرهنگ خود می جنگد. وقتی که من این نمایشنامه را خواندم اول فکر اندیشه در گرد و اطراف آیا هنرمندان ما میرسند نمیرسند. قریب که 35 نفر باید در این نمایشنامه نقش میآفرینند. 17 نفر نقش مرکزی و اساسی و دیگرها در نقش‌های مساوی، صحنه‌های مساوی. و با باوری انا گفته میتوانم که بله من توانستم در انتخاب هنرمندا اجرای آنها کمی باشد هم خطا نکردم. وقتی که استاد سید اکرم علیموف این نقش را به من داد سراول از خود باوری نداشتم، چون که این بسیار یک نقش کلان است، ابرازی مشکل است، ولی وقتی که کار میکنی با خود کار میکنی همش میشود. و این برای شما یک تجربه خوبی نیست؟ بله بسیار یک تجربه کلان شد برای من. قهرمان اساسی را شما آنچنان آموخته و به نقش وارد شدید که گویا حالا روبروی من ویرکن نشسته است. سلامت باشید. واقعا به شما زیبیده است این نقش. تشکر. نوابسته از آنه که
ابراز یعنی ویرکان خیلی مشکل بود ولی شما توانستید نقش رو خیلی ماهرانه خیلی دلچسب برای بیننده نشان بدهید. کمی درباره خصلت‌های قهرمان اثر یعنی ویرکان بگویید. ویرکان یک جوانی بود که در دلش آرزوهای زیاد داشت. او می‌خواست که سراول پهلوان نخست پهلوانی دربار شاه شود. بسیار در دلش این آرزو بود و باز ننیمانچه گفتنی دختر را دوست می‌داشت و می‌خواست که با او ازدواج کند. پدرش می‌خواست او را به دختری خواهرش دهد ولی ویرکان تنها ننیمانچه و به آرزویش رسید. او ننیمانچه را به زنی گرفت و دومین هدف این بود که دومین هدفش او باید به تمام مردم بگوید که ویرکان کیست و باید پهلوانی دربار شاه شود و خواست که و مقصد گذاشتی با یادخشیتک که پهلوانی دربار شاه بود. چندین سالها بود او در نبردها قهرمان میشد و ویرکان میخواست که او را شکست دهد و جای او را در دربار بگیرد. درود پدر. درود. پدر، نوروز نزدیک است. نزدیک؟ چرا تو یادی نوروز کردی؟ من با یادخشیتک نبرد کردن میخواهم. با کی؟ با یادخشیتک. با یادخشیتک؟ مگر در کون انگیش با اهریمن دچار شدی؟ پدر، اهریمن رو من ندیدم. دمی که این خیال در من پیدا شد که را به یزدان پاک این خیال را به دل من انداخته است. اگر با یادخشیتک دست نیابی کشته میشوی. از جانت سیر شدی مگر؟ پدر، جان خواه نخواه روز ما را تر خواهد کرد. پس چی فرق دارد که اندک پیشتر یا اندک دیرتر؟ اما اگر یزدان پاک مرا مددگار شود و بر پهلوانی سوخ دست یابد هر آینه سرفرازی یافتم. بزنت گفتی؟ هنوز نه و البته راضی نمیشم. دست زدنی مرا به هیچ یک کاری که اندک خطری در نباشد نمیخواهم. البته اینجا انتخاب قهرمان‌های اثر کاری کارگردان است. من البته گفتم میتونم که کارگردان در اینجا در انتخاب قهرمان‌های اساسی اثر خطا نکرده است و درست انتخاب کرده است. همه قهرمان‌های اثر جابجا بودند و بهترین هنرمندان را خود کارگردان به همین نمایشنامه جلب نموده است. کارگردان وقتی که نمایشنامه را میخواند تحلیل میکند و فکر و عقیده های خود را پیشکش میکند، بیان میکند. البته بعضن بودن علاوه که این کاری کارگردان است و حقوق هم دارد کارگردان. هر باری که ما در تمرین ها با هم دیگر صحبت میکردیم دایر همین مسئله یا که دایر همین نمایش، اگه ببین من در همون محیط اطراف مادرم را از دست داده بودم و نقشی که به دوش ویرکان بود امام علی شریف این پدرش را از دست دادگی بود خودی همون سال. وقتی که همون یک صحنه داریم وقتی ما با هم دیگر واخری داریم میگفت که من وقتی که شما رو آغوش میگیرم باور میکنم که شما پدر من هستید و من فرزندم رو آغوش میگرفتم در همون صحنه براستیش چهره مادرم پیش روی من میآمد. بعدی اونجا بسیار ما اشکا میریختیم. بعد این نمایش بود با چند لحظه من در پس صحنه اشکا میریخت به خاطر از دست دادن مادر، چون که تئاتر و زندگی این با هم دیگر خیلی زیچ هستند، نزدیک است. این جدا یا عضوی جدا نشونده است. آنچه که در پس پرده هست یعنی که آنچه که در حیات و فعالیت خودم هنرمند هست در صحنه با طرز کوشا دیده می شود. سخنهای پدرش را گوش نکرد. یک جوانی بود که یک رو بود بگیم. بله. یک رو هم گویم خطا نمی شود، چون که اگر گوید که همین کار رو میکند از راهش نمیگردد و وقتی که او به جنگ می رود به مقابل یادخشیتک در آن جنگ شکست می خورد و اسیری می افتد. چندین سالها باز پدرش برای پسرش همه کار رو میکند، تمام دارایی‌اش را تمام بایگریش را می فروشد و پسرش را آزاد می کند. پسرم پدر جون،
خودت آمدی پدر جان. میبایست که من به دیدار تو میرفتم. چی کنم؟ غلامم پدر جان، چی کنم؟ ҳангоми тамошои намоишномаи ривояти суғдӣ ҳар як бинанда албатта бо воқеа қиссаҳои таърихии нависандаи халқии тоҷикистон Сотим Улуғзода яъне ки ошно мегардад ва табиист ки зимни мутолиаи асари адиб ҳар як хонанда пеш аз ҳама бо расму عادت‌های یعنی عنعنه‌های قدیمی تاجیکان اجدادان پیش از همه آشنا می‌گردند. پس خود همین نمایشنامه روایت سوغدی برای یک هنرمند جوان مضمون و ماهیت آن و خود ابراز قهرمان یعنی به شما چی داده توانست؟ این اثر این نقش با من چی داد؟ مردم تاجیک از ازل تا به این جانب مردم فرهنگ دوست بودند. مردمی بودند که همیشه سربلند زندگی میکردند و برای وطن برای ملت همیشه مبارزه میبردند. هیچ وقت پیش نزد هیچ کس سرخم نمیکردند و ویرکن هم یکی از همان پهلوان‌هایی بود که برای وطنش مبارزه میبرد. اصلا ویرکن از زندگی چی میخواست؟ با کی میخواست در نبرد باشد و اون هدفش چی بود؟ هدفش این بود که آنها زندگیشان در سطح میانه بود و او میخواست که با همه قله‌های بلند برسد. حتی به ننیمانچه میگه که اگر من در این مبارزه غالب شوم، وقتی که تو در راه میروی مردم میگویند که انا زنی پهلوان، نخست پهلوانی سود. او میخواست که شخص یکم در دربار شاه باشد. اصلا دشمن اشدی ویرکن کی بود یا خود چی بود؟ دشمن این تنها حریف همون دوره وطن ویرکن بود یا آشوب خیانت زمانه؟ با این قدر توانایی و جسوری آیا ویرکن دروغ و خیانت را میشناخت یا نه؟ ویرکن یک جوانی زودباور هم بود. در همون اثر آمده است که وقتی که با او دوستانش میگویند که ویرکن یادخشیتک نه، تو سزاواری اونجا هستی، بیا ما با تو سلاح میخریم، لباسهای جنگی میخریم و تو رفته با یادخشیتک جنگ کن. این ویرکن باور میکند. جوانی بود که زود باور بود و او میگوید که نه، من این کارو خودم میکنم. او شتور داشته، شتورش را میفروشد، لباسایش را، شمشیرش را خودش میخرد و میخواهد که رفته با یادخشیتک نبرد کند. و در اینجا یک حکایت دیگر است که ننیمانچه کمی رفته لباسهای امان یادخشیتک را هم میشوسته است و این رشک میکند که ننیمانچه را مثلا ویرکن دوست می‌دارد و او می‌خواهد که تنها از خودش باشد. رفته لباس‌های دیگران را و از اون جمله یادخشیتک را رفتن چی نشوید و پیش خودش مقصد می‌ماند که باید یادخشیتک را مغلوب کند، اما افسوس که چنین نمی‌شود. پس از این بر میاد که دروغ و خیانت را ویرکن نمی‌شناسد. بله بله. در یک قسمت این نمایشنامه یعنی ویرکن زندگی خود را به یاد می‌آورد، یعنی زن و فرزندان خود را، و این صحنه خیلی خوب نشان داده است که برای مرد حمایه مرزبوم این حمایه عائله، پدر و مادر و زن و فرزندان است. درست؟ نوابسته از آنه که حالا دور از یعنی خانواده خود است، اما قلباً همیشه نزد نزدیکانش قرار دارد. بله بله. وقتی که تو در کجایی که نباشی همیشه دلت به وطن است، به یاد خانواده است. وقتی که ویرکن با اسارت میافتد، همسرش به او میگوید که تو بدان که شوهر اول و آخرم تو هستی و در اینجا ویرکن الکی فرزند داشت، در بطن زنش فرزند داشت. او میگوید که آیا زنی من به همون وعده خود، به همون قول خود ایستاده باشد، اما از آن فعل و از آن رفتاری که ننیمانچه او باوری داشت که ننیمانچه هیچ وقت با او خیانت نمیکند و آیا خودش ویرکن باوری نداشت که باز دوباره زن و فرزند و پدرش را میبیند. بر این باوری نداشت، اما تقدیر آنها را باز به هم میرساند. وقتی که نظامنامه فستیوال آزمون جمهوری تئاتر کسبی پرستو 2025 دسترسی ما گردید از جانب وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، در نظامنامه نوشته شده است که فستیوال آزمون بخش به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان
اما ما پیش از همین ما همین اثر انتخاب کردیم اثری استاد صوتی مرزاده روایت سعودی اینسценовкаи عبدالودود فیضی استاد و این را خودی کارگردان سید اکرم علیمов انتخاب نمود و پیشکشی از آیین شورای ملی تئاتر گرداند. همه از آیین شورای ملی تئاتر نشسته خب مطالعه کردیم نمایشنامه رو، هر کس فکر عقیده‌های خود رو گرفت بیان نمود و ما همین را برای فستیوال آزمونی جمهوری تئاترهای کسبی پرستو 2025 انتخاب کردیم. در این نمایشنامه یک صحنه دلریش کننده هست وقتی که ویرکن یعنی دیده به دیدار فرزند و همسرش میرسد. یعنی این منظره نیست خیلی حیاتی و جالب برآمده است به فکر من همچون تماشابین. به فکر شما چگونه بود؟ به فکر من هم بسیار یک صحنه خوب بود وقتی که ویرکن طول 2 سال در اسارت بود. وقتی میاد فرزندش رو میبیند در آنجا خرسندی ویرکن، خرسندی فرزندش، حتی فرزندش برای پدرش خرسندی میکند. وقتی که این لحظه رو ما بازی کردیم تماشابین قرصک زدن. من فکر میکنم که همین لحظه با تماشابین پسند آمد، خیلی پسند آمد. شرکویچا پسر جانم حتما پهلوان میشه. آه پدر جان مرا از غلامی آزاد کرد. باید خود این دیگه شاد باش پهلوان. شد چیکار؟ بیا برم. مرحمت بینشین. نه فرصت کم است. چه خبر؟ عرب لشکرش رو با این سو کشونده. پایتخت بوسیا اومد. این بار سعید ابن عثمان نامه اومده است. بیاید از احساس دوستی بگوییم زیرا این مسئله در اثر جایگاه خاصه دارد. وقتی که پدر که این نقش بر عهده حیدر محیدینوف بر عهده آن کس بوده، شما رو همیشه یعنی ویرکن رو دعوت میکند که در زندگی احتیاطکار باشد تا اینکه جانش را در خطر نماند. و البته این قهرمان ها گذشتگان ما میباشند که همین خصلت رو در خود داشتند. پس همین اخلاص و صمیمیت به فکر شما حالا در بین مردم تا چه اندازه دیده می شود؟ این احساس من فکر میکنم که تا به هنوز هست، زنده است، چون که پدر همیشه همه وقت برای خوبی فرزند سخن میکند و روخشیان هم که در اینجا نقش پدر ویرکن است، همیشه ویرکن را میگوید که فرزندم این کار را نکن، این کاری درست یا نادرست. ویرکن را همیشه تاکید میکند که تو به نبرد برای نرو. همین زندگی که حالا داریم بسیار زندگی خوب است، اما فرزندش سخنهای پدرش را گوش نمیکند. ویرکن یک جوانی گفتیم که جوان یکرو بود، سخنهای پدر را گوش نمی کند و رای خود را دوام می دهد. در انتها البته ویرکن کشته می شود. بله. این حقیقت تلخ زندگی است که در اثر همین خیلی افشا شده است و این صحنه ها البته خیلی صحنه دلریش کننده نیز هست. به فکر شما اگر ویرکن را نمی کشتن بهتر بود یا چه خیلی؟ نه، من فکر می کنم که ویرکن را در این نمایش کشتن هموش مثال به طوری اگر بگیم مردم برای مردم غم انگیز شد، با فاجعه انجام یافت. مردم میگویند که بعد از این نمایشنامه مردم خود به خود میگویند که اگر نمیمود ویرکن را نمیکشتن دیگر خیل میشد، این خیل میشد، خوب میشد. یا بسیارش من همین رو در نظر داشتم. یا هستن شخصانی که میگویند که
این جوان حیف شد برای مقصد خود رفت اما تقدیر او را به کجا برد. ولی به مقصد خود میرسد با اینقدر جانفدایی ها مبارزه میبرد. بله ویرکن به مقصد خود میرسد. مردانوار جان میدهد. بله او قصاص ملتش را قصاص دوست داشته‌اش را میگیرد. آتیش شما بخیر ملک سعید آنجا حلی زنده است. روید ویرکن دو نفر از آن لشکر روی عرب میآید. روید دیگر پس بیارید خودش چیگه از من چی میخواهی؟ مرگ سعید را کشت بیایید من نیتیکامی سمرقند ننی مرکه را میگیرم هجوم بیایید من گفتم که نیتیکامی سمرقند یکی از صحنه‌هایی که بسیار برای من جالب و بسیار نغز به حیات من نزدیک بود این از دست دادن فرزند بود. یعنی که با هم نقش مرکزی که به عهده امام علی شریف بود ویرکن، یعنی از دست دادن فرزند این به مانند از دست دادن وطن است و از دست دادن وطن این از دست دادن مادر است. حتی از دست دادن مرا تماشابین احساس میکرد دردی از دست دادن فرزند را وقتی که ما بعد 2 سال وقتی که با فرزند وا میخوریم حتی صدای گریه تماشابین بر علا شنیده میشد. بسیار صحنه اگر تعریف نشود بسیار صحنه خوب بود یا زور بود. در یک حکایت دیگر ما خواندیم که ویرکن آخرین سخنگویی که به زبان سوختی گپ میزند وقتی که آمده هم عرب ها همان سرزمین آنها را همان قشلاق آنها را میگیرد و ویرکن وقتی که پیش از آن که جان میدهد با خون خود در زمین در تن یک سنگ می نویسد که سوخت همیشه زنده است. وقتی که من سخن نگویم من نجنگم کی می جنگد؟ وقتی که من ننویسم کی می نویسد؟ و با آخرین سخنش می نویسد که سوخت همیشه زنده است. یک قهرمانی بود که رمز آخرین سخنور بود ویرکن. اگر کارگردان اثر را خواند و همون خیلی گرفته اما اثر را در روی صحنه ماند یعنی موفقیت کارگردان نیست. اگر کارگردان که با یک فانتزیا گفتنی با فانتزیا خود را پیش برد و با یگان صحنه دیگر را ضم کند و یا که دیگرگونی در همین اثر دارد انا این موفقیت است. ما البته اگر تماشا کرده باشید شما در آخر همان کودکی که لیوای کاویانه را گرفته میبرد نبود. ما همین رو ضم کردیم با دستگیری هنرمندان. اما وقت ما در طول 6 ماه این نمایشنامه رو روی صحنه آوردیم. هر وقت با هنرمندان مصلحت میکردیم، صحبت میکردیم، از در روی نقش و در روی زندگی هر یک هنرمند خبردار میشنیم بعد کار رو سر میکردیم.
بار دیگر شما رو خوش آمدید میگویم به سلامت باشید. پایتخت عزیزمان دوشنبه شهر و امیدواریم که باز در نمایشنامه‌های دیگر شما نقش می‌آفرید و مخلصان تئاتر را شاد می‌سازید. تشکر زیاد برای دعوتتون. ما با تماشابینان با مخلصان وعده می‌دهیم که در آینده باز صحنه‌های خوب، صحنه‌های با قوت روی صحنه می‌آوریم و مخلصان تئاتر را شاد می‌گردانیم و کوشش می‌کنیم که باز و سینما هم دعوت شویم و در فیلم ها هم نقش‌های خوب بازی کنیم. سلامت باشید. سلامت باشید شما. این تئاتر است که در آن هنرمندان تربیت می‌یابند، آموزش می‌گیرند و باید اقرار شویم که محض هنر و مهارت والای هنرمندان ما را با چهره‌های گوناگون با موضوع‌های مبرم آشنا می‌سازد. گاه‌ها در چهره آنها قهرمان‌هایی را می‌بینیم که گویا چه در شکل لیریکا، دراما یا اینکه فاجعه باشد شاهد زندگی آنها خواهیم گشت. پس احسن می‌گوییم محض به هنرمندان تئاتر و سینما که با زحمت و تلاش‌هایشان ما را با چنین صحنه‌ها روبرو می‌سازند. بار دیگر خاطر رسان می‌کنیم که قهرمان برنامه امروزه نقش بودن از نمایشنامه روایت سغدی هنرمند جوان تئاتر جمهوریوی موسیقی دراموی ناحیه دنقره امام علی شریف اینجا برنامه نقش انجام یابد. خیر عزیزان.